سلام برو بک، امیدوارم خوب سرحال و سرگرم باشید. خب بچه ها امروز اومدیم با پنل سلطان ایران. خب بچه ها ما ویدیو قبلی یه پنل آورده بودیم که چندان خوب و قابل چیز نبود، قبول نبود، و اینکه بچه ها امروز اومدیم همون پنل رو آپدیت کردیم و با یه قابلیت حفن جدید و با آقایی که رفت کردیم. بچه ها من بدون معطلی و هیچ سخنی میرم سراغ اصل ویدیو و اینکه بچه ها لایک و ساب فراموش نشه. برو بریم سراغ ویدیو. بچه ها من اولین قابلیتی که روی پنل انجام دیدم آنتن هست. ببین انواع اقسام آنتن روش گذاشتیم، آنتن خطکشی یا آنتن باکسی و آنتن جعبه‌ای یا به قول خودتون آنتن نیم. شما میتونید اسم طرف یا یارو انمی رو ببینید توی بازی و کجا هست، و آنتن دمیج مثلا میتونید شما ببینید یارو چقدر دمیج داره، و آنتن ارزم به حضورتون چند متری، یارو چند متری شما هست، چند میلی متری، چند میلی ثانیه. خلاصه بچه ها آنتن دیگه که وجود داره ESP بون چیه؟ حالا بون استخونی. مثلا شما میتونید یارو رو به صورت استخون ببینید کجا هست، کجای مغز هست. بعد آنتن رادار داره که شما سمت چپ ویوتون میتونید ببینید که چند نفر هست کنارتون و بتونید مشاهده کنید، و انواع اقسام آنتن هایی که داره. خب بچه ها انواع اقسام آنتن هایی که داره. خب بچه ها بریم سراغ اصل ویدیو، یعنی امبات. خب بچه ها ما چند تا امبات روی این پنل گذاشتیم. امبات خب بچه ها امبات اولی که توی پنلمون هست امبات ویزیبل هست. خب این امبات چه جوره امبات هست؟ این امبات جوریه که مثلا خودکار ایمتون نمیره روی انمی قبل اینکه شما تیر بزنید. خب وقتی شما تیر میزنید ایمتون میره روی کله انمی. حالا توی ویدیو مشاهده کنید. خب من امبات رو فعال میکنم. ای بابا داره این تایمر. خب من امبات رو فعال میکنم، امبات ویزیبل رو. خب بچه ها اینجا هم فو هم داره، شما میتونید کم و زیاد کنید. خب و قابلیت های دیگه هم داره. خب بچه ها من امبات ویزیبل رو اول مشاهده میکنید. خب بچه ها میبینید امباتش خیلی سخته. ببینید وستن جوریه که مثلا این مثلا شک نمیکنه شما پنلی دارید. خب به بازیتون شک نمیکنه. خب خلاصه امبات خیلی مشکوک. خب بچه ها امبات دومی که توی پنلمون هست امبات ریج هست. جوریه که مثلا قبل اینکه شما به انمی تیر بزنید انمیتون روی طرف یا انمی میره. خب ما امبات ریج رو فعال میکنیم. خب بچه ها این امبات ریج ما قابلیت فوق و املاک هم داره. شما میتونید اینجا الان اگه مشاهده میکنید انمیتون روی کله انمی است قبل اینکه شما تیر میبینید املاک داره، خودش خودکار میره روی طرف. ببینید وقتی یک انمی رو شما میزنید میره خودکار روی انمی بعد، همونطور که مشاهده. خب بچه ها قابلیت بعدی که داره ای بابا این دوباره رفت بیرون. ای بابا وسط ویدیو. خب بگذاریم. قابلیت بعدی که داره امبات اسنایپ هست. و قابلیت سویچ هم داره. قابلیت سویچ هم داره. چجوری؟ بچه من الان اسنایپ هم فعال میکنم. خب سویچ هم فعال میکنم. الان مشاهده میکنید ایمتون روی هد انمی. ببینید خودکار چیزی ببینید. مثلا اگه شما بپرید اینجوری هم بزنید وست هم میخوره، قابل تشخیص نیست. مثلا بعضیا هد میخوره، بعضیا وست میخوره، قابل مشاهده نیست، ولی چیزی که مشخصه اسنایپشه که خب بچه ها همونطور که مشاهده میکنید سویچش هم خیلی خوبه. ببینید خیلی سریع نیست ولی خوبه. خب بچه ها این بود از پنل ما آپدیتی که دادیم، پنل سلطان ایران. بچه ها شما میتونید این پنل رو توی چند تلگرام که لینکش توی دیسکریپشن ای بابا این حساب کرد لینکش توی دیسکریپشن ویدیو هست. شما میتونید بیاد اونجا و این پنل رو چیز کنید، دریافت کنید، و پشتیبانی ما هم 24 ساعته هست و هر وقتی که هستید میتونید پیام بدید و ما مشکلتون رو رفع کنیم. خب بچه ها حرف دیگه نمیمونه. فعلا خدا نگهدار.